مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که دو جوان را در پایتخت تاجیکستان با جرم تحقیر و پس زدن شأن و اعتبار یک جوانزن به 5 شبانه روز حبس کردند. بنا به اطلاع رسمی، یک جوانزن ساکن شهر دوشنبه که کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی بوده است، به ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در آن خصوص مراجعت نمود که سانحه 24 مارس سال جاری هنگام در باغی به نام ابوالقاسم فردوسی قرار داشتنش دو جوان 20-25 ساله به یگان سبب به او در افتاده با الفاظ قبیح شان و شرف نامبرده را پس زدند. همزمان مراجعتنامه نامبرده در شبکه‌های اجتماعی مورد واکنش شدید شهروندان قرار گرفته از مقامات ملیت پایتخت درخواست کردند تا عملهای افباشانه جوانان در دایره قانون مورد چاره‌جویی قرار داده شود. ملیت دوشنبه گفت در نتیجه بررسی مراجعت مذکور شخصیت گمانبران معین و دستگیر کرده شده به مقامات ملیت دسترس کرده شدند که اینها میباشند: میروف اکمل ابرورویچ، سال تولدش 2000، استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه قاسموف، دانشجوی کورس 4 دانشگاه مالیه و اقتصادی تاجیکستان; و دودزاده ولیجان مجید، سال تولدش 2003، استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه قاسموف، دانشجوی کورس 1 دانشگاه ملی تاجیکستان. در اطلاعیه ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفته می شود که ضمن پرسش و سنجش همه‌جانبه حادثه مذکور گناه‌های صادر نموده نامبردگان اثبات خود را یافته از جانب کارمندان ملیته نسبت به هر دو طبق طلبات ماده 460 ماده افباشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده در اساس قرار سود نسبت هر کدام جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. در اطلاعیه گفته می شود که دستگیر شدگان از کردار صادر نموده خود صدقاً اظهار پشیمانی نموده جهت من بعد به چنین عملهای ننگین دست نزدن به طور قطعی آگاهانیده شدند.